6 کیلو آجا. چی؟ 6 کیلو؟ نفر 6 گرم. لابد مال تو نبوده، دشمنان تو خونت جاساس کردن. نه خیر، اتفاقا مال خودم، فقط 6 کیلو نبود 8 کیلو بود. قرار شد یا همشو برداری یا هیچی شد. با منی؟ چه قراری؟ بهت گفتم اگه تو مشتریشو داری، پوزخند زدی، صداتم به زور کلوف کرده که پنپ فقط تو داری. حاج آقا این چند نفر رو مثل من بدبخت کرده، هم نصف جنسیشو رو کشیده بالا، هم تناب انداخته دور گردنشو، فقط خدا میدونه. یه چیزی بگو اونجا دوربین مدار بسته داشته. اینجوری که این میگه باید بری بازداشتگاه. من؟ برای شما. چرا؟ برای اینکه فیلم دوربینا دیر به ما میرسه. آقا به جون بچه‌م داره دروغ میگه. خب اگه اینجوریه که ما هم 2 تا قسم بخوریم بریم که ناهارو خونه باشه. ببخشید. بله، شما 2 تا خر ندیدین؟ چی؟ 2 تا خر. وایسا ببینم نفرم اینجا نگه دار. ببین من چجوری میپرسم ازش. سلام قربان. سلام آقا. خسته نباشید، وقتتون بخیر. ببخشید که مصدق اوقات شریفتون میشم. بله. ببخشید جسارتا شما خیلی وقت اینجایی؟ بله. حمله بر بیادبی نباشه، ببخشید بنده رو. ما 2 تا حیوان گم کردیم، خواستم ببینم که شما ندیدینشون؟ چی بوده؟ بله نسبت 2 تا خر، 2 تا اوراق. خر گم کردیم؟ البته معذرت میخوام. خواهش میکنم، چرا دیدم؟ کجا؟ تو آینه نگاه کنی میبینیمش.